بالاروی قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه از آغاز ماه شروع شد. روز 25 اکتبر بانک‌های تاجیکستان ارزش 1000 روبل روسی را قریب 160 سامانه مقرر کردند که در مقایسه با آغاز ماه 5-6 سامانه گرانتر است. چندی دادن تو؟ 59. چهره کشاده این زن به خاطر بالا رفتن قرب روبل است، چون نظر به یک ماه پیش مبلغ فرستاده پسر مهاجرش را با ارزش بلندتر با سامانه عوض کردند. خش سوز بهترین خستیست کورسش پیش 35 بودیم خیلی پس بود پیش. این مرد برای گرفتن نفقه‌اش که از سوی روسیه پرداخت می شود به بانک آمده است. چند هزار روبل میفرستن تو این ستون؟ 20,000. کورس بلنجه برای ما خوب. یک سوم زیاد میشه. در حالی که بسیاری از نزدیکان مهاجران از بالاروی قرب روبل روسی در کشور خوشحالی میکنند، برخی هم میگویند با نظر داشت بالاروی نرخ برخی از محصولات نیاز اول در کشور، این بالاروی قرب روبل روسی شاید چندان به زندگی آنها تاثیر نکند، چون تقریبا در 2 ماه اخیر نرخ آرد و چون نرخ سوزشواری در کشور به طور نظررس بالا رفت. کنفیت 40 سوم بود، 46 سوم. کی کنترل میکند؟ یگان اویلیک زیاد نمیشد، همه چی میپرد نرخ. چه زندگی کنیم؟ نیمی دولت برام رفت. کی پول را میکنه؟ نویرهم. نویره؟ چند سوم را میکنه در؟ خیلی 1000 سوم، 800 سوم، 100 سوم نداشته. اینجا با خانه میشود. همین ارز بگو، گندم بگو که چه خیلی قدر بلند میشود. برای اون که نرخ روبل با هدف گیوسیاسی مقامات تاجیک هنوز نگفتند که سبب بالا رفتن نرخ روبل در چیست، ولی برخی کارشناسان میگویند روند بالا رفتن قرب روبل روسی به گران شدن نفت در بازار جهانی ربط دارد. سبب چنین تغییرات ها در بازار اسعار تاجیکستان این در چی است؟ در عوض‌شوی موقع روبل در بازار اسعار جهانی است. روبل آهسته موقع خود را استوار کرده ایستاده است. چطوری که به همگان معلوم است، از حساب نفت و گاز، از حساب دیگر استراتژی‌های اقتصادی خود فدراسیون روسیه، روبل موقع خود را استوار کرده است. ولی این تحلیلگر تاجیک بالاروی قرب روبل را موقتی می‌داند. همین گونه پست و بلندشوی اسعار روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین 2-3 ماه علاقه روبل موقع خود را استوار کرد و باز با نرخ قبلی خود برگشته بود. این روند یک موقتی است. شاید احتمال است که بین تا ماه دکبر روبل موقع پیشتر خود را اشغال کند. موضوع قرب روبل برای مردم تاجیکستان مهم است، چون سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور برای کار به روسیه می روند و مبلغ فرستاده آنها منبع اصلی روزگار نزدیکانشان در وطن است. ولی دقیق نیست که خرسندی پیوندان مهاجران از بالا رفتن قرب روبل تا کی دوام می کند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.